درود به همه همراهان عزیز. حاضر ما قصد داریم در بخش همین حس کننده ها قسمتی سیمکشی اونها با پیلسی را با دیگر بررسی کنیم و شما چگونه سیمکشی همین حس کننده را با پیلسی انجام دهید یا که شما چگونه وابسته به پیلسی که دارید علاقه حس کننده را انتخاب کنید. خب ما قبلا هم گفتیم که حس کننده ما دو نوع هستند، نوع NPN هستند و PNP هستند. خب شما چگونه معاین میکردید؟ ما قبلا هم گفتیم چگونه معاین میکنید که حس کننده شما نوع NPN است یا که PNP. خب اینجا ما یک PLC DVP از دلتا DVP 14SS2 داریم. خب اینجا هم یک منبع مثبت و منفی 24 ولت داریم. دو تا حس کننده داریم که حتی این هست نوع PNP است، این نوعی از ما داشتیم PNP است و این نوعی که ما داریم هم نوع NPN است. خب سر اول شما چی چیزا معاین میکنید؟ وقتی که PLC را مشاهده میکنید، همه PLC یک قسمتی اینجا ببینید SS دارن. خب این SS، این امین SS اینجا ببینید SS یعنی سینک سورس نام دارد. شما همین ورودی که در اینجا هست، همه همین ایکس که در اینجا هست، شما سر در PLC معاین میکنید که این ورودی تو NPN میشن یا که PNP. وقتی که شما میرید سیم کشی PLC را میبینید، علاقه از همونجا میبینید که معاین میکنید که PLC شما PNP است یا که NPN. خب سر اول پیش از اون که حس کننده را با PLC وصل کنید، شما باید چی را دونید؟ PLC تون را معاین کنید که نوع PNP است یا که NPN. خب من حاضر می آیم و از این قسمت SS بینید یک طرف وصل کردم، این طرف وصل میکنیم به مثبت. سر اول خب حس کننده را دو سیم علاقه میزنیم. ما گفتیم که این مثبت است، قهوه‌ای و کبوتر منفی، دیگه نیاز نیست. فقط قسمتی چی میموند؟ سیم کشش با PLC. اونا بعد بررسی میکنیم. خب خوکی اینا خوکی و از PLC را مثبت اول میزنم. مثبت خب کبودی آبی هم این منفی. خب این حس کننده اینا کار میکند، اینش هم کار میکند، اما سیماشون در PLC لکه وصل کردگی نیستیم. خب زمان شما میبینید که PLC شما همین SS تو مثبت 24 ولت وصل است، من حاضر مثبت 24 ولت وصل کردگیم. یعنی همه قسمت ورودی که از شما هست نوعی علاقه NPN میشود. وقتی که در اینجا مثبت ما وارد کردیم در PLC SS، حتما باید سیگنالی که به اینجا ارسال میشد منفی باشد. خب از ما NPN کدام بود؟ این NPN است. خب بینید اینجا نوشته که است که NPN. خب این NPN علاقه ما میتونیم آزاد در هر ورودی از PLC بگذار در نام XC2 میمونه. خب و بینید هم از PLC ما و هم از این کامایده. من دورتر گیریم تا که PLC را مشخص باشد.
خب PLC مالکای ورودیش فعال شد. خب شما زمانی میبینید که در PLC همین سیم شما حتما معین کنید. اگر که نشید تیز سرعتی شما بینید که اینجا مثبت است یا که منفی. اگر که شما دیدید که در اینجا در قسمت SS مثبت است، شما حتما حس کننده که باید اینجا وصل کنید نوع NPN باید باشد. خب شما حق ندارید که PNP نوعی که ما هست این PNP است. PNP را شما اونجا وصل کنید. خب برای نوع PNP باشد. خب قسمت همین SS شما الکی اینا الکی ما آزاد کنیم. نیاز نیست. خب سیم سرخ میگیریم و در منفی 24 ولت میگذاریم. این کار میکند و میریم فرض کنیم در ایکسی فرمان الکی SS ما این SS ما منفی 24 ولت است و نوعی حس کننده که ما داریم این PNP است. خب فراموش نکنید حتما این چیزا بینید آزاد PLC ما روشن میشه. خب این بود در بخش سیم کشی بگیم حس کننده های مجاورت یا که همون کلیده های مجاورتی یا که پروکسیمیتی سنسور ها با PLC. خب حتما این قسمت به نظر بگیرید. شما بسیاری مورد ها میرید که PLC الکی اونجا هست، حس کننده شما کار روشن شده دیگه باید عوض کنید. اول باید معین کنید که حس کننده شما نوعی NPN است یا که PNP یا که شما را مثال درخواست میتین یا که فرمان میتین که فلان کار اجرا کنید بیاید همین حس کننده را همینجا مونید. شما در هر حس کننده را نبرید اونجا مونید مثال پیوست کنید با PLC که این چیز نادرست است. شما اول معین کنید که PLC شما نوعی ورودش NPN است یا که PNP و وابسته به همون نوعی ورودی که در PLC شما هست شما الکی حس کننده تون انتخاب میکنید و میرید اونجا گیم وصلش انجام میدید.